خب سلام، داریم میریم لاس وگاس. این سه تا گل پسر داریم میریم لاس وگاس. بهمون خوش بگذره، جای همه خیلی خالیه. مثل پارسال علی آقا داره رانندگی میکنه، ما رو میبره وگاس. Yes, Vegas baby. یه گل پسر دیگه هم با ما هستش. Take a picture of our traffic. اینم ترافیکمونه. خلاصه همه چیز خوبه. آب داریم میخوریم، اصلا مشروب و این چیزا با ما نیست چون ما مسلمون هستیم و لاس وگاس میریم فقط با چشامون ببینیم، کار دیگه نمیتونیم کنیم، نه بازی بکنیم نه مشروب بخوریم. دخترها رو مثلا نگاه نمیکنیم. حالا اینطوری قرار گذاشتیم ببینیم چی میشه، ولی نه جاتون خیلی خالیه. همه پسرها رو نگاه میکنیم. اوکی. حالا توی برگشتن هم یه فیلم میگیریم از برگشتمون و کلاهای کابایی میذاریم با اسکناس‌های $100 چون قرار علی ما پولامون رو بهش بدیم اون برامون بازی کنه و ببره. یه 5% هم به علی میدیم بهش کنه. نه اوکی بای. Now it's documented.